سلام دوستای نازنین، سلام، خوش آمدید به کانال اف موبایل. خب امروز قرار است با هم دیگه موبایل جی 5 کدش بپرانیم. خب این البته یک قسمت از طریق سه دکمه میشه که اورم با هم دیگه کار میکنیم و امروز از طریق پی سی شه یا یکی اف آر پی داشته باشه را با هم دیگه کار میکنیم. خب ببینید این کد داره. خب همینطور مرحله به مرحله ما پیش میریم. خب برای از اینکه دقیق تر متوجه شوین بطری موبایل همیشه بکشین. بعد از این دقیق قسمت جی 500F اینمی مدل دقیقا ما باید در برنامه انتخاب کنیم تا موبایل ما را از طریق پی سی که شما میتونید در خانه از طریق کامپیوتر خودتان انجام بدین. خب بعد از اینکه مدل دقیق دیدین، ولیم پایین، پاور بتن و هوم با هم دیگه یک جای فشار میتیم تا در دانلودینگ مود بروه. خب ببینید قسمت دانلودینگ مود که رفت، ولیوم اپ کنتینیو میکنه تا بریم کدش بپریم. ولیوم داون ریستارت میکنه موبایل. خب ما ولیوم اپ میزنیم. خب بعد از اینکه ولیوم اپ زدین در بالا میبینید که اف آر پی لوگ نداره، اوف است. مدل دقیقم جی 500F است، موبایل سامسونگ. خب بعد از اینکه در این نقطه رفت وقت میرسه که کیبل دیتا را ما وصل کنیم. بعد از اینکه وصل کردین، خب فعلا وصل شد. بعد میریم روی صفحه کامپیوتر. خب اینجا در قسمت برنامه OMT Tool برنامه را باز میکنیم. بعد از اینکه برنامه باز شد این تو به شما نمایش داده میشه. خب این موبایلم که در قسمت دانلودینگ مود است. خب بعد از این باید بریم در قسمت سامسونگ. ای که ببینیم موبایل شناخته یا نشناخته از طریق کیبل دیتا، باید اسکنش کنیم. ببینید خب اینجا برنامه کاملا موبایل درست شناخته، سامسونگ موبایل یو اس بی مدرن 83 کام 5. خب بعدا ای آی سیش که از آی سی کوالکوم است. ما در این قسمت میریم. موبایل مدل دقیق جی 500F پیدا میکنیم. این قسمت جی 500 که پیدا کردیم. بعد انتر میکنیم. بعد از اینکه انتر شد دیگه در هیچ جای ما و شما کار نداریم، فقط ریموو اف آر پی را اوکی میکنیم. خب بعد از اینکه ریموو اف آر پی را اوکی کردیم، خب ببینید دوستا ممکن است کمی وقت بگیره، طول بکشه، اما ببینید که پروگرس 70% شروع شد. در اینجا در این قسمت میبینید این خط کاملا پر میشه و موبایل ریستارت میشه خودش. خب ما موبایل اینجا میگیرم که شما کاملا ببینید موبایل ریستارت شد. اینجا قسمت 70%، 80%، 90 تا 100 شد. حالا که 100 شد دیگه ما کیبل میکنیم و کاری به کامپیوتر نداریم. بعد ببینیم که ویدیو ببخشید موبایل در حال بالا آمدن است. خب روش های متفاوت بر خاطر فقط شکناندن قفل الگو و پیترن است. ما فعلا ای رو بر شما با هم دیگه گفتم یاد بگیرین که مخصوصا دکاندارا میتونه از این روش استفاده کنه بدون استفاده از باکس، دانگل و هزینه های زیاد. از یک برنامه کاملا رایگان میتونن استفاده کنن. باید کمی صبور باشیم. مطلقا کمی وقت میگیره تا این صفحه بالا بیاید. خب این برنامه ها را به خاطر دانلودش اگر ماندین از کجا دانلود کنید، یک کانال تلگرام لینکش در دیسکریپشن میمانیم. از طریق کانال تلگرام میتونین که این برنامه را دانلود کنین و داشته باشین.
خب در حال اینستالینگ اپلیکیشنز هست. ببینید از دل به همین راحتی با یک فایل با همین برنامه کاملا رایگان ما تانستیم G5 حتی قفل FRP مگه می بود اینمی برنامه باز میتونه. دفعه بعد که FRP آمد FRP به شما نشان میتونم و با هم دیگه انجام میتیم. نکته به نکته ویدیو رو تا آخر باید ببینید تا که متوجه شوید که چطور باید قفل شکننده شود. خب تشکری که تا این لحظه با ما بودین. کانال خودتان AF موبایل حتما سابسکرایب کنید. سوالی داشتید در قسمت کامنت ها برای ما کامنت بذارید.